Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz. Xush omaded ba kanali Narx TV mo. Agar videorolikoi mo ba shumo pisand omad, pas ba kanali mo obuna shudan va like guzashtanро faromosh nakuned. حالا متوجه باشید به نرخ مال و محصولات در بازار جهان برای امروز سنه 16 اپریل سال 2021 نرخ نفت امروز در بازار جهانی برابر به 67 15 دلار بوده. نرخ آن تا به 0.31 درصد بالا رفته است. نرخ 1 گرم طلا باشد در بازار جهانی برابر به 17.62 دلار بوده. نرخ آن تا به امروز تا 0.24% پایان آمده است. نرخ 1 گرم نقره باشد در بازار جهانی برابر به 25.84 دلار بوده. نرخ آن تا به 0.45 درصد پایان آمده است. نرخ پلاتینا باشد در بازار جهانی برابر به 1.20 دلار بوده. نرخ آن تا به امروز تا 0.27% بالا رفته است. نرخ 1 لیتر گاز مایع باشد برابر به 2.66 دلار بوده. نرخ آن در امروز تا 0.11% بالا رفته است. حالا متوجه باشید به قرب اسعار. در بازار جهانی 1 دلار ایالات متحده آمریکا برابر به 11 سومانی و 32 درم است. 1 یورو باشد برابر به 13 سومانی و 55 درم. 10 روبل روسیه برابر به 1 سومانی و 46 درم. 100 سوم ازبکستان باشد برابر به 1 سومانی و 7 درم. 100 سوم قرقیزستان باشد برابر به 1 سومانی و 33 درم. 1 یوان چین باشد برابر به 1 سومانی و 73 درم. 10 افغانی افغانستان باشد برابر است به 1 سومانی و 42 درم.